بالاخره دیدن نورلو را. بیا یک کفکوبی صمیمی به خاطر ورزشکار محبوب کشور نورلو علیف پیدا می شود. مبارک شد نورلو، مبارک شد. اینا نورلو علیف هم با مربی آغوش میگیرد. اینا جامعه اینا گلا برای نورلو علیف تقدیم میکنه. یک کفکوبی صمیمی به خاطر ورزشکار محبوب کشور نورلو علیف. آفرین. اینا برادر در جامعه از تیم نورلو علیف. مرحمت. یک جامعه تاجیکی با توقی تاجیکی. مبارک. حالا من مخلصون کوشش میکنم که بیرون است تالار شویم. در اونجا مخلصون انتظار هستن چمپیون رو. یک عکس خاطر اوی نورلو علیف. عقاب تاجیک، عقاب اصیل کشور. مرا من نمیتونم. نده پهلوان پرویز صابرов. نورلو چخیر بد اومد. دراز اومدی. بیا ما مخلصان عزیز میرویم با همه در اینجا مخلصان انتظار هستن. باوری داریم که هواداران و راغبان صنعت محاربه‌های آمیخته، اولین عقاب بلندپرواز تاجیک که از اقیانوس دورتر، اولین نفری که تحریک سازی کرد در شرکت یا تشکیلات با نفوذ UFC، اولین ورزشکاری که همین پرواز بلندش او را به غلبه آورد. مخلصان در فرودگاه انتظار هستند. من باوری دارم که یک کفکوبی صمیمی من باوری دارم که بخاطر نورلو با همون صدای تاجیکانه که با یک صدا باید بگیم تاجیکستان، با صدای بلند تاجیکستان. آفرین. یک کفکوبی زمین آفرین.
مبارک شب تارک سازی کردی باور تارک سازی کردی واسه نزدیک بیو واسه از تو بوای جا بیو کجا میگریزی جا بیو ما چسبو نورلو بیو نزدیک نورلو اصلا چیزو هستن اوکی هم هست UFC و سراویت که اگه چیزوی مرده کرد او فرید دانا وایت هنا خافو بسكي هذه كان رأينا باين تطبيق مش هذه شوف خافو تابع رافتين احساسات تو بعد پیروزی در بزرگترین تشکیلاتی انگلیس جهان من خیلی شد که در تاریخ تاجیکستان یکمین ورزشگاهی که انگلیس جهان در تشکیلات UFC برآمد کنند و خلق ما مهم و بسیار که یکمین تجربه برآمد تو اندازه که می‌دونم در این سیستم از خرید مختص نبود. تا چند اندازه دستگیری مختصر تجربه رو اگه در پیش از روی خواستن برای سرگرمی سرگرمی آمای وطن خود را UFC و پریزنت UFC بنابرای در اینستاگرام خود پست و بسیار فایترهای UFC مرا تبریک کردن و همه در حیرت بودن که ما مردم تاجیک چه سرگرم ولی بعد رفت گفتن که نورمال خیلی ضعیف برآمد کرد. خودم چی فکر کنم؟ خوشت رفت و بعد رفت. وقتی که با من نیستم که یکم که باوری نداشتیم و ایست تاریخ می‌کنم. حتی در تاجیکستان هم میگفتن که سخت‌ترین حالت نورمال است و در UFC در خوب موضوع بودی حریفان که یک سنجش از طرف UFC بود. وقتی که من در نوید کانتینی را بردم و با پریزنت UFC گفتم که من تیارم 10 توپ 15 جمع کردن و ما فکر کردیم که من را سنجیدن و دیگه هم تعریف سخت بودم. و گفتی توجیه خودمو دست نورمال خوشحال بوده است که باز یک جنگاور دیگری توجیه در UFC رقابت کرد برآمدی وارد رقم خوشی کنم با اون وقتی که بعد از برآمدی ما می‌دونستیم یک هفته پیش که بعد از برآمدی من پلیس برآمد سال شده این UFC now شناختی فایت‌های تاجیک بتونن که با دیگر فایت‌های سخت‌ترین دنیا آزمایش کردن. تو هم که فایتر من بعضی تاجیک‌ها را UFC و کل جهان دید تا چند وقت می‌توانید که محمد نعیمی را خود را بسیار مورد نیست در تشکیلات UFC قرارداد می‌کنند. این چیزی باورسی به برمی و می‌کنم که تا آخری سال هیچ نیب 6-7 فایتر UFC از تاجیکستان بعد رقابت تو با خود فیلم روز فایتر بخوانه نقشه ها چگونه است؟ خود فیلم جراحت برداشت و با احترام به این نزدیکی دیگر رقابت نمی‌کنند. نقشه ها چگونه است؟ خیلی با افتادن برمی‌گردد. UFC با من گفت که ماه ایون یا ایول برآمد می‌کنم در آمریکا و ماه اکتبر در ابوظبی. باز یک چیز دیگر رو ما می‌دونیم که رقابت کردن در آمریکا با ورزشکار پول زیاد می‌آورد. در ابوظبی و یا در UFC دیگر که مخلص ندارد مبلغ کم می‌شود. و فکر می‌کنم بهتر است رقابت کردن در آمریکا نسبت به ابوظبی و دیگر جاها.
رقابت کردن در آمریکا در آمریکا مخصوصا با ورزشکار خیلی زیاد می‌آورند. در ابوظبی در ترانسلیشن وقتی که ما کنترکت می‌بندیم در UFC 4 بوی کنترکت می‌بندیم هر یک بوی پس $4000 پول ما می‌خیزد بالا می‌خیزد سال 10 جمعی 10 بوریدی 20 باختی 10,000 بعد برای چی از رانندگی بجا بود فکر کنم بیشتر از $60,000 آمریکایی با هدف ساخت. لیکن قرارداد چهار رقابت اولا یک خیلی است. نه این گپ دروغ این گپ نبرورند در اینترنت در شبکه‌های اینترنتی گپ دروغ کدام باید سیده بوی میتونن در UFC فرق نداره که تاجیکی یا که امریکن یا چی 4 بوی اول 10 پلوس 10 بعد 12 14 هم که میرن 4 بوی اول اونجا پول کار کردن شد و 30% ژاپن نالوگ است که نالوگ автомат 30% رو میگیرن منیجر نه دختر Я саолте тура. Ами шумо UFC да алака соперникотро хтон вызывать кайсе. Барои чи ну англичан Дани равои чи хтон интихоб кардаш? Педира. Интерес да шумо барои чи буд кадава? педия ки ози аз ҷангвора рафтасе ки бениҳоят мухлисиш бисурат анбазаш бисурат вақте ман ба педи баромад кунам педиро шикаст диҳам ман хеле дар UFC лакай машҳур мешавам. Она узе Дани уит шуморо мебинам со президенти федератсия, президенти он чиз. На то ҷивсо шумо да он гуфтани доред на ҳаминҷа. Он може ли шумо тамошо кардиста? гуфтани ва Ай то ҷиз. های علاقه گفتم در اونجا گفتم نورالله علیف دوستانی عزیز خیلی надежда امید دارد ها؟ امید کلان دارد بله بله اما پوچه ما نایست که خیلی نورالله میده کلان دارد UFC خیلی نورالله میده کلان دارد تاجیکستان از نورالله امید کلان دارد Саламат бошед. هزار آمد نورالله خوش آمدی بار دیگر Нагом. جان جان بست رفت واسه بیا که بگذارین در اونجا بعد جا قدیم مخلصو یک جا شان 10 سورا بگیریم مردک Yok kime girer tam karısı. Marakat şartı kula koca. Zorulu. بیا مالک من فکر میکنم که دوستان عزیز علاقه شما نیست هست این دیدار علاوات بردید این دیدار نورالله علیف بود بیاین مرامت مانیم بیا اینجا دیگر همه نزدیکی با نورالله می شود نورالله علیف دیگر همه مخلصان میگذارن مرامت ما کوشش میکنم لحظه های دور ما کوشش میکنم که در فاصله دور برای شما نشون دهم مرامت ببینید همینجا مخلصان عزیز ما گزارش مستقیم خویش را از دیدار نورالله علیف بر مقابل رقیب بر دیدار مخلصانش پیشنهاد کردیم و نورالله علیف ورزشکار ما میرود
همینجا دوستان عزیز بله از سمت افتاب است ولی ما چشم میکنم از سمت دیگر گذرم و خلال لحظه هایی که از فرودگاه می رود دوستان عزیز همینجا ما با شما خیر خوش میکنیم باره داریم که از دیدار نورلا الف با مخلصان شما هم شاد گردید شاد و پیروز باشید به همه شما رحمت که ما را همراهی کردید